دوستان عزیز من، وقت شما بخیر. از دیشب تا الان مشغولم برگه ها رو تنظیم کنم. با پدیده بسیار جالبی در کلاس شما من مواجه شدم که به دو دسته تقسیم میشید. دسته یکی دو نفر درس خون خوب دارید، ما بقیه متوسطین. درس خانهای شما افرادی بی‌معرفتن که سوال رو به دوستاشون ندادن و طایفه متوسط دیگه زیادی با معرفتن، در حدی که مثلا آقای سوران حسار پولادی مثلا برای دوستاش سوالا رو فرستاده، دوستاش دیگه حتی زحمت به خودشون ندادن که مثلا یه چی تغییر که کوف همون رو مستقیم فوروارد کردن. یعنی الان من تقسیم کنم، مثلا فرض کن سینا حبیبی فوروارد از طرف فلانی، فلانی فوروارد از طرف فلانی. ای خاک بر سرتون برای این درس خوندنتون. دهنتون رو انشالله با حول و قوه الهی سرویس میکنم، اصلا نگران نباشید. ولی به هر حال دمتون گرم، اینم جالب بود، یعنی یه تجربه قشنگی بود. انشالله موفق و مؤید باشید، نمراتون هم خواهید دید.